نسترن با ترس برگشت و چیزی را دید که هرگز نمیتوانست فراموش کند. زنی که پیشتر روی صندلی نشسته بود حالا روبروی او ایستاده بود، اما چهرهش تغییر کرده بود. پوستش سیاه و چروکیده شده بود، چشمانش خالی و بیروح و دهانش به شکلی غیر طبیعی باز شده بود، انگار که میخواست چیزی را ببلعد. صدایی لرزان اما خفه از گلوی زن بیرون آمد. چرا اینجا اومدی؟ چرا چیزی را که نباید ببینی دیدی؟ شب نفرین شده. مه سنگینی خیابانهای خالی دهکده را پوشانده بود. نسترن که برای دیدن عمه‌اش به دهکده آمده بود ساعتها قبل راهش را در میان درختان گم کرده بود. هرچه پیش میرفت احساس میکرد که محیط اطرافش غیر طبیعی تر میشود. سکوت مطلق جنگل، صدای پاهای خودش که روی برگهای خشک میخورد و باد سردی که گاهی از میان شاخه‌ها میپیچید، همه چیز حس عجیبی به او میداد. وقتی بالاخره خانه‌ای متروک را در دل جنگل دید نفسی راحت کشید. خانه‌ای کهنه و چوبی با پنجره‌های تاریک و در قدیمی که از لوله‌هایش آویزان بود. بیشتر شبیه خانه‌ای نفرین شده به نظر می رسید، اما نسترن چاره‌ای نداشت. به امید یافتن کسی که بتواند راهنماییش کند در زد. صدای در با ناله‌ای بلند در سکوت شب پیچید. هیچ جوابی نیامد، اما وقتی نسترن دوباره دستش را برای کوبیدن بالا برد در آرام باز شد. قلبش تند زد، اما ترس را کنار زد و وارد شد. داخل خانه بوی خاک و چوب پوسیده می آمد. همه جا تاریک بود جز نوری ضعیف که از یک چراغ نفتی کوچک روی میز می تابید. نسترن به سمت چراغ رفت و صدایی زمزمه وار و ضعیف از گوشه‌ای تاریک شنید. صدای یک زن بود که چیزی می گفت، اما کلماتش نامفهوم بود. نسترن به آرامی به سمت صدا قدم برداشت و زن سالخورده ای را دید که روی صندلی چوبی نشسته بود و موهای سفید بلندش روی شانه هایش ریخته بود. زن سرش را بالا گرفت، چشمهایش خالی و بیروح بود، گویی که در چشمانش هیچ زندگی باقی نمانده باشد. با صدایی لرزان گفت: تو نباید اینجا باشی. نسترن با تردید پرسید: من راهم را گم کردم، فقط میخوام بدونم چطوری میتونم از جنگل خارج بشم. زن لبخندی زد که بیشتر شبیه یک پوزخند ترسناک بود. سپس بلند شد و به آرامی گفت: همه فکر میکنن اینجا میتونن کمک بگیرن، اما اگه بیشتر از این بمونی بخشی از اینجا میشی. قبل از اینکه نسترن بتواند چیزی بگوید صدای قدمهایی از پشت سرش آمد. او سریع برگشت، اما کسی آنجا نبود. قلبش به تپش افتاده بود. وقتی دوباره به زن نگاه کرد صندلی خالی بود. زن ناپدید شده بود. چراغ نفتی روی میز شروع به لرزیدن کرد و نورش کم و کمتر شد. صدای نفسهایی سنگین از گوشه تاریک خانه به گوش می رسید. نسترن دیگر نمی توانست بایستد. به سمت در دوید، اما وقتی در را باز کرد جنگلی که بیرون دیده میشد دیگر همان جنگل نبود. همه جا تاریکی مطلق بود و مهی سیاه خانه را احاطه کرده بود. در همین لحظه صدایی پشت سرش گفت: تو نمیتونی بری. نسترن با ترس برگشت و چیزی را دید که هرگز نمیتوانست فراموش کند. زنی که پیشتر روی صندلی نشسته بود حالا مقابلش ایستاده بود، اما چهرهش تغییر کرده بود. پوستش سیاه و چروکیده بود، چشمانش در حدقه میچرخید و دهانش به شکل غیر طبیعی باز شده بود. نسترن جیغی کشید و با تمام توانش سعی کرد از خانه خارج شود، اما انگار پاهایش به زمین چسبیده بود. زن نزدیکتر شد و با صدایی که گویی از عمق یک چاه بیرون می آمد گفت: ما همه در اینجا گیر افتاده ایم و حالا تو هم بخشی از اینجا هستی. نسترن در تلاش بود تا پاهایش را حرکت دهد، اما هرچه بیشتر تقلا می کرد خانه بیشتر به نظر زنده می شد. دیوارها نفس می کشیدن، سقف صدایی شبیه به خنده های خفه تولید می کرد و زمین زیر پایش نرم و گرم می شد، انگار که روی بدنش موجودی زنده ایستاده باشد. در یک لحظه توانست پایش را آزاد کند و دوباره به سمت در دوید، اما وقتی بیرون رفت خودش را نه در دل جنگل بلکه در دل همان اتاق تاریک دید. او دوباره پشت چراغ نفتی بود. با وحشت اطرافش را نگاه کرد. همه چیز همانطور بود که قبلا دیده بود. صندلی، چراغ نفتی، اما زن نبود. نسترن متوجه شد که انگار در یک چرخه گیر افتاده است، در حالی که صدای زمزمه‌ای در گوشش میگفت:
نمیتونی فرار کنی، هیچ کس نمیتونه. او فریاد زد من نمیخوام اینجا بمونم، من فقط راه برگشت را میخوام. صدایی جدید از دیوارها برخاست، صدای مردی عمیق و خشدار که گفت راه برگشت وجود داره اما هر چیزی بهایی داره. ناگهان چیزی از دل دیوارها بیرون خزید، موجودی سایه‌وار با بدنی بلند و کشیده، چشمهایی سرخ و دستانی که شبیه به پنجه‌های تیز بود. موجود به سمت نسترن آمد و با صدایی که مستقیم در ذهنش طنین انداخت گفت آیا حاضری بها بدهی؟ نسترن با وحشت پرسید چه بهایی؟ موجود نزدیکتر شد و زمزمه کرد روح تو. نسترن لحظه‌ای درنگ کرد. اگر قبول می‌کرد ممکن بود از این کابوس فرار کند، اما در عین حال چیزی در اعماق وجودش میگفت که این معامله تنها شروع یک عذاب ابدی خواهد بود. با ناامیدی چراغ نفتی را از روی زمین برداشت و به سمت موجود پرتاب کرد. شعله‌های کوچک به بدن سایه‌وار برخورد کرد اما تنها باعث خنده اش شد. ناگهان نسترن صدایی دیگر شنید، صدای مادرش که او را از کودکی فرا می‌خواند، صدایی گرم و آرامش بخش که از دور میگفت نسترن بیا اینجا. او به سمت صدا برگشت و نور ضعیفی در انتهای اتاق دید. موجود سایه‌وار غرید به هیچ کس اعتماد نکن، اینجا راه فراری نیست. اما نسترن به صدای مادرش گوش سپرد و به سمت نور دوید. هرچه نزدیکتر میشد صدا واضحتر میشد و گرمایی دلپذیر او را احاطه میکرد. درست زمانی که موجود سایه‌وار به سمتش یورش آورد او وارد نور شد و همه چیز محو شد. وقتی چشمانش را باز کرد روی تخت عمه‌اش در دهکده بود. عمه‌اش کنارش نشسته بود و با نگرانی میگفت نسترن حالت خوبه؟ تو توی جنگل غش کرده بودی؟ نسترن به اطراف نگاه کرد. همه چیز طبیعی به نظر می رسید اما او دیگر نمی توانست مطمئن باشد آیا واقعا فرار کرده بود یا این تنها بخشی از کابوسی بود که هرگز پایان نمی یافت. چند روز بعد وقتی نسترن در دهکده بود از کنار جنگل عبور کرد. صدایی زمزمه‌وار از میان درختان گفت ما هنوز منتظریم. نسترن با شنیدن صدای زمزمه پاهایش لرزید اما سعی کرد خودش را قانع کند که فقط خیالاتش است. با سرعت از کنار جنگل عبور کرد و به خانه عمه‌اش برگشت، ولی حس سنگین و اضطرابی که در وجودش جا خوش کرده بود دست از سرش بر نمی داشت. شب وقتی که همه جا آرام بود و عمه‌اش خواب بود نسترن خوابهای عجیبی دید. خودش را در میان خانه چوبی میدید اما این بار تنها نبود. افرادی دیگر، زنها و مردهایی که لباسهای کهنه به تن داشتند در خانه بودند. چهره‌هایشان غمگین و تسلیم شده بود. یکی از آنها به سمتش آمد، دستی استخوانی روی شانه‌اش گذاشت و با صدای لرزان گفت تو باید ما را آزاد کنی. نسترن با هراس پرسید چی؟ شما کی هستید؟ مرد پاسخ داد ما قربانی‌های اینجاییم، گرفتار در نفرین جنگل. تنها کسی که تونسته از اینجا فرار کنه تویی، اما این پایان کار نیست. اگر کمک نکنی اونا دوباره بر میگردن و تو را هم میگیرن. ناگهان صدای خنده‌ای شیطانی در خوابش پیچید و همان موجود سایه‌وار ظاهر شد. به سمتش خیز برداشت و نسترن از وحشت از خواب پرید. عمه‌اش کنار تخت نشسته بود و با نگرانی نگاهش میکرد. نسترن باز هم کابوس دیدی؟ حالت خوبه؟ نسترن عرق ریزان سرش را تکان داد و به آرامی گفت عمه اون جنگل یه چیزایی اونجا هست، نفرین شده است. چرا هیچ کسی در موردش چیزی نمیگه؟ عمه‌اش مکسی کرد. چهرهش کمی رنگ پریده شد و نگاهش را از نسترن دزدید. اون جنگل تاریخ تلخی داره. قدیما میگفتن یه جادوگر توش زندگی میکرده. هر کس که واردش میشد یا گم میشد یا دیگه هیچ وقت مثل قبل بر نمیگشت. نسترن با صدای لرزان گفت من فکر کنم هنوز با اونجا در ارتباطم، حتی وقتی ازش فرار کردم. عمه‌اش با ناباوری به اون نگاه کرد. نسترن این فقط خیال و کابوسه، به زودی یادت میره. اما نسترن مطمئن نبود. او تصمیم گرفت به جنگل برگردد. نمیتوانست آن صداها و خوابها را نادیده بگیرد. باید به ته ماجرا میرسید.
حتی اگر به قیمت جانش تمام میشد. روز بعد بدون اینکه چیزی به عمه‌اش بگوید به سمت جنگل رفت. با هر قدمی که به داخل جنگل میگذاشت هوای اطراف سردتر میشد و سکوت عجیب بر همه جا حکم‌فرما بود. مهی که آشنایی ترسناکی داشت شروع به پوشاندن زمین کرد. چیزی در درونش میگفت که باید همان خانه را پیدا کند. با اینکه هیچ نشانه ای از راه در ذهنش نبود، انگار پاهایش او را به طور ناخودآگاه هدایت میکرد. وقتی به خانه رسید در همان حالت قبلیش بود. در کهنه و پوسیده، دیواره ها لرزان، اما این بار نسترن احساس کرد که چیزی در داخل منتظر اوست. در را باز کرد و وارد شد. چراغ نفتی هنوز روی میز روشن بود و شعله‌اش به آرامی میرقصید. صدایی از گوشه اتاق بلند شد. برگشتی؟ میدونستم که برمیگردی. همان زن با چهره مرده‌اش از تاریکی بیرون آمد، اما این بار چشمانش چیزی بیشتر از نفرت و خشونت را نشان میداد. انگار که از نسترن چیزی میخواست. زن گفت تو کلید آزادی هستی، تنها کسی که میتونه ما رو از این چرخه لعنتی نجات بده. نسترن با صدای لرزان پرسید چطور؟ چه کار باید کنم؟ زن لبخندی زد و به گوشه‌ای از اتاق اشاره کرد. خاک روی زمین کنار رفت و صندوقچه‌ای قدیمی نمایان شد. این را باز کن، داخلش حقیقت مخفی شده. نسترن مردد بود. آیا باید به زن اعتماد می‌کرد یا اینکه این هم بخشی از نقشه‌ای برای به دام انداختنش بود؟ در حالی که دستش می‌لرزید به سمت صندوقچه رفت و آن را باز کرد. داخلش آینه‌ای کوچک بود. وقتی به آینه نگاه کرد تصویر خودش را ندید، بلکه همان موجود سایه‌وار با چشمهای سرخ به او خیره شده بود و با صدایی که از اعماق تاریکی می آمد گفت دیدی که هیچ راهی برای فرار نیست. حالا وقتشه که انتخاب کنی، یا ما را آزاد کن یا تا ابد بخشی از این نفرین شو. نسترن در حالی که قلبش به شدت می تپید آینه را در دست گرفت. اما چه باید میکرد؟ آیا حاضر بود برای آزادی روح دیگران خودش را قربانی کند یا اینکه باید راه دیگری پیدا کند؟ صدای آن موجود دوباره در گوشش زمزمه کرد انتخاب کن، این آخرین شانس توه. دوستان عزیز، از شما متشکرم که تا اینجای داستان با ما همراه بودین. اگر براتون مقدور بود با زدن دکمه ساب و لایک از ما حمایت کنید.